رادیو سیکس و خاطرات شما در خدمتتون هستم. من سپستانکی، شنونده خاطرات شما. سلام، وقت بخیر خانم سپستانکی. خواستم از شما تشکر کنم که اجازه میدین ما با گفتن خاطراتمون باری از روی دوشمون برداشته بشه. سلام، بفرمایین، استعداد دارم، زنده باشین. من پریسا هستم، یه دختر درس خون که آرزوش بود شوهرش پزشک باشه، ولی شوهر اولم بانکی بود و خلاصه چون مادرش خیلی دخالت میکرد ما از هم جدا شدیم. اوه 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 اوه، عجب مادر شوهری بوده ها. امان از دست این مادر شوهرها. خانم سپستانکی، بعد از طلاق من پرستاری خوندم و وارد بیمارستان شدم. همیشه لباسهای تنگ و جذاب می پوشیدم تا یه پزشک از من خوشش بیاد، مخصوصا لباسهایی که پایین تنم رو به خوبی نشون میداد. مدام توی پاویون پزشکا می رفتم و با اشوه می خندیدم و پرستارهای خانم دیگه از من خوششون نمی اومد. منم برام مهم نبود. یه روز یه پزشک مغز و اعصاب اومد بخش ما. منم که از خدا خواسته پیش اون کلی دلبری کردم و اون هم به من پا داد و ما هر شب به هم پیام میدادیم. به خودم گفتم این همونیه که من رو میگیره. خلاصه با هم SMS بازی میکردیم و کلی پیام رد و بدل میکردیم و اون به من خیلی ابراز علاقه میکرد و میگفت دوست داره خانمش مثل من باشه و منم فکر میکردم که افتادم توی دیگه اصل. خلاصه یه روز توی بخش بودم و شیفت شب بود که اصلا شیفت ایشون نبود. اومدند و به من گفتند بیا توی اتاق دکتر فلانی. من هم رفتم همونجا. در رو قفل کرد. بهش گفتم چی کار داری میکنی؟ گفت عزیزم تو که به من اعتماد داری و تو قرار همسر آینده من باشی. گفتم معلومه که اعتماد دارم، ولی چرا در رو قفل میکنی؟ گفت خب من نباید اندام زنی که میخوام بگیرم رو ببینم؟ اگر کسی بیاد تو چی؟ من روی اندام تو غیرت دارم و دوست دارم این همه زیبایی رو خودم یکجا ببینم، اونم کسی که لباسهای جذاب میپوشه. من اولش ترسیدم اما بعدش گفتم خب ایشون قرار همسر آینده من بشه. کم کم خام شدم. دست من رو گرفت برای صندلی نشوند و گفت اجازه بده اندامتو ببینم و خب من گفتم نه اجازه بده محرم بشیم، ولی ایشون گفت ببین بین من و شما نباید این حرف ها باشه و خب لباس من رو در آورد و کارایی کرد که نباید. من بعد از اینکه از اتاق خارج شدم به من پیامک داد که فردا هم میبینمت. بهش SMS دادم که من فردا شب شیفت ندارم، ولی گفت اشکال نداره تو بیا فردا شب یه کاریش میکنیم. فردا شب که رفتم پیشش دوباره میخواست همون کار رو انجام بده. بهش گفتم که کی قراره ما عقد کنی و من با خانوادت آشناشم؟ به هم گفت به زودی. گفتم نه تعیین تکلیف بکن این رابطه رو. به هم گفت هیچی نگو، همکارها متوجه میشن. و دوباره خواست همون کار رو انجام بده اما من امتناع کردم و گفتم تا زمانی که مشخص نشه من این کار رو انجام نمیدم. اونم فیلمی که شب قبل از من گرفته بود رو نشونم داد. گفت میتونم به راحتی آبروتو ببرم و تو بازیچه من بودی. من از اندامت خوشم اومد. من خودم زن و بچه دارم. خانم سپستانکی مثل آبی بود که روی آتیش ریخته بودند. تازه متوجه شدم ایشون فقط قصدش سوء استفاده از من بوده و از من هم فیلم گرفته و اندام لختم رو به رخم میکشید. بعد یه شب در میون میگفت باید بیای پیشم و مدام من رو تهدید میکرد و باید کارهایی که من میگم رو انجام بدی. من نمیخواستم اون کار رو انجام بدم اما به خاطر ترس از آبرو این پروسه تقریبا 1 ماه طی شد. دیگه خسته شده بودم، حالم از خودم به هم میخورد و خیلی گریه میکردم. افسرده شده بودم. دیگه با ناز و اشوه راه نمیرفتم و لباسهای جذاب نمیپوشیدم. پرستارها با تعجب به من نگاه میکردن که چقدر تغییر کردم. یه روز به یکی از پرستارها اعتماد کردم. اون روز سفره دلم رو براش باز کردم. اونم گفت که برادرش توی یه قسمتی هستش
که میتونه به هم کمک کنه و از اون پزشک برو شکایت کن. من اولش ترسیدم، اما به هم اطمینان داد که برادرش بدون کوچکترین سر صدایی این قائله رو ختم کنه. همینطور هم شد. برادرش کله گنده بود و از اون دکتر شکایت کردم و دیگه اون دکتر دست سر من برداشت و محکوم شد. خلاصه خانم سپستانکی، الان خیلی خوشحالم که این خاطرات رو به شما گفتم و خواستم درس عبرتی باشم برای بقیه دوستان که اگر چنین مسائلی براشون ایجاد شد بدونن که اینها همش تو خواب و خیاله و هیچ وقت اندام خودشون رو بدون تحقیق و هیچ وقت اندام خودشون رو دست کم نگیرن. منظورم اینه که ارزش خودشون رو بدونن. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. ممنونم. خب عزیزم، ممنونم که جسارت به خرج دادین و خاطره خودتون رو تعریف کردین. من موبتنم واقعیتش سیخ شد، اصلا موندم از این پزشک جا و اینکه شما که اصلا چیز خولین خانم، سعی کنین از مغزتون استفاده کنین، فقط درس خوندن و که لباس جذاب پوشیدن و اینا که نشد جانم. شما باید ببخشید من ولی شما باید از عقلتون استفاده کنین دیگه. رفتی تو بیمارستان لباس جذاب و رو گفته بیاتم بابا، آدم از عقلش استفاده باید بکنه. خاطرات حالا ممنونم جسارت به خرج دادین. حالا یکی مثل شما پارتی داشت و اون داداشش هم اومد و حالا نمیدونم چه جوری شد، داداش اون مهربون شد و اومد با شما همکاری کرد و یارو رو گرفتید. بازم دم شما بالا گرم، ولی سعی کنید خلاصه استفاده کنید از مغزتون، فقط نذاریدش آکبند بمونه. ممنونم بابت خاطراتتون. مرسی پریسا جون، مرسی. شنوندگان عزیز، شنیدین این خاطره رو؟ سعی کنین در عبرتتون باشه. رادیو 6 همواره همراه شماست عزیزای دلم. مراقب زیباییتون باشین. روز خوش. خدا نگهدار.